کتاب خوندن خیلی خوبه ولی انگار نمیتونیم هیچ تایمی براش پیدا بکنیم، یا اینکه اگر هم تایم براش پیدا بکنیم انگار که نمیدونیم چه کتابی بخونیم یا از کجا شروع بکنیم، یا حتی اگر بدونیم چه کتابی میخوایم بخونیم به وسطش که میرسیم دیگه خسته میشیم، خوابمون میگیره و دیگه اصلا نمیتونیم ادامه بدیم. این اپیزود درباره این مسائله و اینکه چطوری حلشون بکنیم. سلام، خیلی خوش اومدید به اپیزود اول تاپ تاکس. تاپ تاکس جایی که من امیرحسین محمدی تاپ ترین و بهترین صحبت‌های افرادی مثل اندرو هوبرمن، جیم کویک و خیلی‌های دیگه که توی پادکست‌ها و ویدیوهای خودشون گفتن و برای زندگی ما تو جنبه‌های مختلف فایده داره رو من براتون به صورت خلاصه ترجمه میکنم و اون بیس و هسته اصلیش رو بهتون توضیح میدم. خب همونطوری گفتم این اپیزود درباره یه جورای کتابخوانیه، اینکه چطوری بهتر کتاب بخونیم و در واقع این اپیزود ترجمه و خلاصه ویدیوی جی شتی هستش که راجع به این که یه ادعایی کرده بود تو اون ویدیو این بودش که من روزی در واقع سالی 365 تا کتاب میخونم. یعنی چی؟ یعنی روزی یه دونه کتاب. بعد این تایتل ویدیوش بود و خیلی خوب برای من عجیب بودش که چطوری مگه میشه اصلا روزی یه دونه کتاب بخونی؟ اصلا امکان نداره. ولی خب گفتم ضرر نداره، حالا ویدیو رو نگاه کنم ببینم چی میگه و قضیهش چی هست. و وقتی ویدیو رو نگاه کردم توضیحاتی داد که دیدم واقعا عملیه، واقعا میشه روزی یه دونه کتاب خوند و انگار ما خودمون داریم برای خودمون الکی پیچیدش میکنیم. حالا یه من مقدمه کوچولو از جی شتی بهتون بدم. جی شتی من اولین بار که باهاش آشنا شدم چند سال پیش بودش و در واقع یه پادکستش بود، یادم توی کست باکس میگشتم پادکستش رو پیدا کردم و لایف کوچ هستش و اپیزودایی که مربوط به چیز هست، به در واقع روابط عاطفی هستش خیلی خوب توضیح میده و همینطور وقتی اپیزودایی که با همسرش میگیره خیلی اونا قشنگه، خیلی آموزنده است. و این اپیزودم که توی یوتیوبش دیدم خیلی به نظرم چیز خوبی بودش که میتونست برامون آموزنده باشه و خیلی ازش یاد بگیریم که بتونیم ادامه بدیم، کتاب بخونیم و خیلی چیزای جدید یاد بگیریم، چون کتاب خوندن واقعا خیلی مهمه. همونطور گفتم این ادعا خیلی عجیب بود ولی عملیه کاملا. حالا بهتون میگم چطوری. توی ویدیو جی شتی اول با این شروع میکنه که چقدر کتاب خوندن مهمه و از این سری افراد مثال میزنه مثل فیل نایت. فیل نایت بنیانگذار شرکت نایکیه و عرضم به حضورتون که خب میدونید شرکت نایکی خیلی شرکت بزرگیه و میگه که فیل نایت توی خونهش یه کتابخونه داره، یه اتاق برای کتاباش در واقع داره که وقتی وارد اون کتاب میشی تو حتما باید تعظیم بکنی به اون کتاب و اینا، یعنی انقدر براش مهمه. یا مثال دیگه که میزنه از بیل گیتس هست که میگه سالانه 50 تا کتاب میخونه مربوط به بیزینس، سلامت، بیماری ها و مهندسی. و همینطور از مارک زاکربرگ مثال میزنه که میگه کتاب زیاد میخونه برای آشنایی با فرهنگ های مختلف که همونطور که میدونین خیلی حیاتیه براشون. مارک زاکربرگ شرکتی به اسم فیسبوک رو داره که زیر مجموعش اینستاگرام خود فیسبوک هستش و خیلی اپلیکیشن های دیگه هستش که زیر مجموعه در واقع الان فکر می‌کنم متا باشه دیگه، فیسبوک نیستش، زیر مجموعه اوناست و خیلی مهمه که از فرهنگ‌های دیگه اطلاعات داشته باشی. و این از افرادی بودش که این کتاب زیاد میخونن و خیلی اهمیت داره برای ما که کتاب بخونیم، آشنا بشیم و یه جورایی توی زندگیمون پیش بریم. در بخش بعدی چیزایی که توضیح میده هنوز به تکنیکا نرسیده. دو تا از اشتباهات خیلی مهلکی که داریم تو کتابخونی به اون توضیح میده که اگه این اشتباه برطرف نکنیم قطعا نمیتونیم کتاب بخونیم و هی اذیتمون میکنه. اولین اشتباه اینه که کتاب چه این سایز باشه چه این سایز باشه حتما باید تمامش کنیم. فکر میکنم اصلا فرق نداره چه کتابی از چه کتابی نیست، حتما باید اول تا آخرش رو بخونیم تا بگیم آره ما کتاب خوندیم، یه چیزی هم یاد گرفتیم. ولی نکته که هستش میگه که همه کتابا اینطوری نوشته نشدن. خیلی از کتابا این شکلیه که شما یه پارتشو بخونی برات کافیه، همه پارتاش به دردت نمیخوره. مثلا یه مثالی بر خودم هستش، این کتاب چرا میخوابی متیو واکر هست، من یه مدتی دارم میخونم. این کتاب 6 تا قسمت داره. تو خود مقدمش نویسنده توضیح میده، میگه که نیازی نیست کل کتابو بخونید، این کتاب 6 قسمته، نگاه کنین ببینین کدوم براتون مهمتره، از کجا دوست دارین شروع کنین، کدوم بیشتر به دردتون میخوره، از همون فصل بریم بخونین. جوری نوشته نشده که کل کتابو حتما باید بخونین و این 6 تا قسمت تقسیمش کرده که میتونین اینطوری مثلا کتاب راحت‌تر بخونین. ولی نکته‌ای که میگه، یعنی در واقع مثالی که میزنه برای همچین وضعیتی توی کتاب خوندن اینه که اگه توجه کنیم مثلا وقتی ما میریم فروشگاه میخوایم یه خریدی انجام بدیم، نمیایم همه قفس‌ها رو چک کنیم ببینیم چه خبره بعد خریدمون انجام بدیم. یه لیست داری،
طبق اون لیست، همون قفسه‌ای که مربوط به اون لیست هست میری و اون چیزی که لازم داری رو برمی‌داری. و توی کتاب خوندن هم دقیقاً همینه. چیزی که لازم داری رو باید بخونی، نه اینکه بری از اول تا آخر همه قفس‌ها، همه فهرست‌ها، همه کلمات رو چک کنی. اون چیزی که مهمه رو باید بری چک کنی و اونو بری بخونی. این از مشکل اول که خیلی، یعنی اشتباه اول در واقع که خیلیامون مرتکبش میشیم و نمیذاره کتاب بخونیم. مسئله بعدی در واقع مربوط میشه به اراده. اصطلاحی که به کار میبره ویل پاور هستش، یعنی که اراده. ما همش سعی میکنیم که اراده به خرج بدیم برای اینکه یک کتابی رو بخونیم و توضیح میده که چقدر این اشتباهه و شما به جای ویل پاور باید از در واقع لاو پاور استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی قدرت عشق و علاقه. یعنی اینکه مثلا ما به یک کتاب باید علاقه داشته باشیم تا بتونیم اون کتابو بخونیم، نه اینکه اراده به خرج بدیم حتما از اول تا آخرش رو بخونیم، چون اینطوری اصلا میگفت امکان نداره. این اراده ما یه جایی بالاخره ته میکشه. ولی وقتی عشق و علاقه داشته باشی که این مطلب رو قطعا بفهمی چی هست چی نیست، اون دیگه اصلا افت انرژی نداره و همینطوری تو ادامه میدی. میدونی مثلا میگه که تو کتاب خوندن نباید زور بزنی. خب باید ببینید چی دوست داری و همون بخونی. و این نکته هم که بهش اشاره میکنه این که میگه که نگاه نکن ببین چی کتابای معروفه و کی گفته که فلان کتاب خوبه حتما برو اونو بخون. اصلا میگه به این توجه نکن و به جاش به این توجه کن که چه کتابی رو دوست داری، چه کتابی به دردت میخوره. حالا البته این برای غیر داستانی هستش، داستانی هم خب قضیهش جداه. کتاب غیر داستانی که به یه دردمون میخوره، حالا البته داستانی هم به درد میخوره، نه اینکه به درد نخوره، ولی غیر داستانی ها که روی موضوع خاص فوکس میکنن. و میگه که ببین چی دوست داری و طبق اون بخون. یادم میاد یه ویدیو دیگه هم از جشدی دیده بودم، توضیح میداد که میگفت من هر وقت مسئله‌ای برمیخورم طبق اون مسئله میرم جلو کتاب خونم، نگاه میکنم ببینم طبق اون مسئله که دارم چه کتابایی هست و اون کتابو برمیدارم. و اینطوری نیستش که بگم خب اوکی این کتاب بست سلینگ چیز تایمز نمیدونم چیه اینو برمیدارم که بخونم چون خیلی معروفه فلان. نه، میگه وقتی یه کتابی که خیلی برام ببینم حیاتی مفیده و بر اساس چیزی که من الان مسئله دارم توش گیر کردم توش، اون کتابو میرم برمیدارم میخونم. و اینطوری که شما عشق و علاقه پیدا میشه، چون یه مسئله داری میخوای اون مسئله حتما حلش بکنی، دیگه نیازی نیست اراده خرجش بکنی، چون میخوای مسئله حل بکنی به اون موضوع علاقه‌مند میشی و میری اون کتاب میخونی. این مشکل دومی بودش، در واقع اشتباه دومی بودش که نباید مرتکبش بشیم و اون کتابی که دوست داری رو بخون، نه اون کتابی که دوست نداری فقط چون معروفه و باید اراده بکنی بخونی. این درست نیست. حالا میره سراغ تکنیکا و نکته‌ای که هستش، خب تکنیکاش خیلی خوبه، اینطوری نیستش خیلی از همون زمان بگیره. مثلا یه تکنیک برای کتابخوانی هستش، تندخوانیه. تندخوانی واقعا سخته، یعنی 3-4 ماه باید قشنگ وقت بذاری تمریناش رو انجام بدی که بتونی تندخوانی انجام بدی. ولی این تکنیکایی که میگه اصلا این شکلی نیستش و خیلی راحتن و هر کسی میتونه خیلی راحت انجامشون بده. خب عرضم به حضورتون که اولین راه حل برای خوب بودن یک کتاب اینه که کلش رو نخونی. برای اینکه بفهمی یک کتاب خوب هست نشین کلش رو بخونی. حتی خیلی وقتا میگه که پشت کتابو خوندن، این توضیحاتی که راجع به هر کتابی هستش، میگه اینم لازم نیست بخونی. یعنی لازم نیست که نباید اینو بخونی بعد تصمیم بگیری که این کتاب بخونی یا نه، چون گاهی اوقات کافی نیست. ممکنه شما اینو بخونی خیلی خوشت بیاد ولی اون کتاب خوبی نباشه، برای شما کتاب خوبی نباشه. پیشنهادی که میده چیه؟ میگه بجاش برین تد تاکا رو نگاه کنین، یعنی ویدیوهایی که توی یوتیوب هست راجع به اون نویسنده، راجع به کتابش، که خب معمولا انگلیسیه ولی فارسیش هم پیدا میشه. یعنی خیلی از سایت‌ها هستش، مثلا سایت نشر نوین خیلی خوب خلاصه کتابو مینویسه و خیلی خوب در نویسنده توضیح میده. اونجا خیلی راحت‌تر میتونین انتخاب کنین که این کتاب بخونین یا نخونین. کاری که خود من انجام میدم یعنی که مثلا کتابای خوبی که دوست دارم اینه که میرم پادکستی ازش هست یا نه، مثلا خلاصه کتاب، نه کل کتابا، خلاصه کتاب، میرم اونا رو چک میکنم و اگر گوش میدم در واقع، اگر خوب بود بعد میرم میخونمش. مثلا همین کتاب چرا میخوابیم من توی چنل بی گوش دادم خلاصش رو از آقای بندری و از این کتاب خیلی خوشم اومد. بعد حالا تصمیم گرفتم که کتاب بخرم و شروع کنم بخوندن. ولی فکرشو بکنین یه کتاب با این قدر شما هیچ ایده ازش نداری، عمرم بری سمتش. ولی وقتی از قبل بفهمی چی هست چی نیست و برای چی باید بخونی، خب خیلی حس بهتری داری و قطعا میری سراغش که بخونی. نکته هم که هستش تاکید میکنه جشدی اینه که حتما این ویدیوها رو نگاه کنین و ببینین ایده اصلی نویسنده چیه. وقتی با اون ایده آشنا شدین بعد تصمیم بگیرین که کتابو بخونین یا نه.
خب این از راه حل اول که میتونین انجام بدین و بعد تصمیم بگیرین کتاب بخونین یا نه، اون کتاب در واقع بخونین یا نه. راه حل دومی که میگه این که هر کتاب تو توضیحاتش فهرست دارن. خب یعنی حالا این نکته که هستش، به جای میگه خوندن کل کتاب، ببین کجاهاش به درد میخوره، کجاهاش جذبت میکنه، اونا رو بخون. مثلا من خودم این کاری که گفته انجام دادم برای همین کتاب چرا میخوابیم. اگر اینجا رو نگاه کنین، کتاب یه فهرست داره و اینجا ما خب بخشای مختلفی کتاب هستش، ولی یه سریا رو من اینجا هایلایت کردم، اینا که خیلی برام مهم‌تره رو با این رنگ هایلایت کردم که اینا رو حتما بخونم. مثلا فصل 9 درباره چرا خواب می‌بینیم، رویا می‌بینیم توی خواب، یک بیماری روانی روتین. خب این خیلی کنجکاوم کرد که اونم قضیهش چیه، اینو حتما برام بخونم و همینطوری می‌بینید اینجا من هایلایت کردم که برم اینا رو بخونم و میگه که اینا رو برید بخونید که خیلی به درتون میخوره. اگر دیدین خیلی جذب میشین، اون موقع تصمیم میگیرید که خب کل کتاب الان بشینم بخونم. ولی در غیر این صورت یه وقتا هست واقعا چیز مهمی نیست، شاید حتی به درد شما نخوره، پس چه دلیلی داره کل کتاب بخونی وقتی که کلی ازت زمان میبره؟ به جاش ببین توی فهرست چیاش خوبه، چیاش خوب نیست، چیا جذبت میکنه و برات در واقع علاقه‌مند میشی بهش، اونا رو برو بخون و ببین به درد میخوره یا نه. ولی توصیه که میکنه اینه که حتما فصل اول کتاب و مقدمه کتاب بخونید. فصل اول به خاطر اینکه کل نکات مهم و نویسنده اونجا قرار داده برای اینکه شما رو جذب کتاب بکنه، و مقدمه به خاطر اینه که توی مقدمه معمولا نویسنده میگه که شما چطوری کتاب بخونین بهتره، یعنی خودش از قبل یه دستورالعملی بهتون میده که اگه این کتابو اینطوری بخونین بیشتر به نفعتونه. به خاطر این بجز اون فهرست بندی که میکنید، قطعا این دو بخش هم بخونین که خیلی به دردتون میخوره. میتونین بهتر تصمیم بگیرین که چطوری کتابو بخونین و از در واقع اون ایده نویسنده هم استفاده بکنین. این از راه حل دوم. راه حل سومی که میگه اینه که چطوری سریعتر کتاب بخونیم. نکتهش اینجاست که وقتی کند کتاب میخونیم، یه جورایی هم خوابمون میگیره، هم حوصله‌مون سر میره، هم خیلی زمان میبره شما یه کتاب بخونی. خب میگه چیکارش کنیم تندترش کنیم؟ میگه همونطوری که شما یه کتاب صوتی گوش میدی و گزینه اینو داره که سرعتش رو 2 برابر بکنی، توی کتاب خوندن با چشم باید همین کارو بکنید. چطوری؟ یه راه حل خیلی ساده داره و خیلی کاربردی. خط بردن سرعت شما رو به شدت بالا میبره. حالا نکتهش چیه؟ شما وقتی خط میبری، اگه توجه کنی وقتی داری کتاب میخونی هی برمیگردی این چی گفت، هی کلمه میخونی. ولی وقتی خط ببری، شما جمله درک میکنید اون کلمات و جملات رو و دیگه هم بر نمیگردید که برین این چی گفت، این کلمه چی بود، اون کلمه چی بود، و اینطوری سرعت مطالعاتون بیشتر میشه. و نکته هم که میگه اینه که شما مغز تصویر کلی رو بهتر میتونه آنالیز کنه تا اینکه تک به تک کلمات رو شما بشینید بخونید. در واقع نگاه سریع انداختن بهتر از این که تا اینکه کل کلمات رو بخونید، یعنی که کلمات مهم رو بیشتر روش فوکس کنیم موقع خوندن تا اینکه بخوای تمام کلمات رو بخونیم. یعنی خوندن هر کلمه دونه دونه سرعت رو خیلی میاره پایین. اگر مثلا کسایی که حالا زبان خونده باشن اینو درک میکنن، چه زبان انگلیسی، آلمانی یا هر زبانی فرق نداره. توی جمله مثلا 10 تا کلمه داره، شما 6 تا کلمه‌اش رو میفهمید، 4 تا کلمه‌اش رو نمیدونید معنیش چی میشه، اما با این حال بازم شما مفهوم جمله رو میفهمید چی شد، میدونین داره چی میگه بهتون جمله. نیازی نیستش که حتما کل کلمات رو متوجه بشین و ازش میگذرید. این دقیقاً تو کتاب خوندن هم همینه. شما اگر 10 تا کلمه از 6 تا کلمه مهم رو بفهمید، کل جمله رو متوجه میشین. لازم نیست حتما کل کلمات رو بخونین که وقتتون بره. پس بنابراین اینطوری خط ببرید بهتره. واسه میگه که وسواس نداشته باشین که همه چی رو تموم کنید، کل جمله، کل کلمه، کل فصل، کل کتاب. اینطوری خوب نیست. ببینین، یعنی در واقع خط ببرین، ببینین کجاش مهمه و اینطوری هم سرعتتون میبره بالا و همون وسواستون برای اینکه حتما باید اینو تمامش کنین کمتر میشه. چون نکته‌ای که هستش اینه که شما میخواین نتیجه بگیرید، نمیخواین که کل کتاب بخونید بگین اوکی من یک کتاب خوندم. نکتهش اینجاست که آخرش ببینین چی یاد گرفتید. این از راه حل بعدی. راه حل آخری که میده اینه که وقتی یه پاراگراف شما توی کتاب دارید، در واقع هر صفحه چند تا پاراگراف دارید، میگه که به جای اینکه کل پاراگراف رو بخونید، اول مثلا اینجا ما یه پاراگراف داریم از اینجا تا اینجا، 3 خط اول و 3 خط آخر رو بخونید. چرا؟
چون نویسنده توی هر پاراگراف توی 3 خط اول مهمترین نکته ها و توی 3 خط آخر هم مهمترین نکته ها رو میاره و این 3 تا رو بخونین، در واقع این 6 تا خط رو بخونین کارو براتون جمع میکنه. نیاز نیست کل پاراگراف رو بخونید. این 3 تا خط رو خوندین، اگه نتونستین به نتیجه برسید و یا دیدین انقدر مهمه که نیاز کل پاراگراف رو بخونید، اون وقت بشینین کل پاراگراف رو بخونید. ولی اگه مثلا 3 خط از بالا 3 خط از پایین کل مسئله دستتون میاد چی هست چی نیست و اگر خیلی مهم بود بعد اون وقت میتونید تصمیم بگیرید که کل مطلب رو بخونید یا نه. چون مثلا نکته‌ای که اشاره میکنه بهش اینه که میگه ما موقع خوندن استاپ موشن هستیم. فکر میکنیم مثلا خیلی فلوی، ما مثلا داریم سری کتاب میخونیم میریم ولی میگه استاپ موشنیم. یعنی چی؟ یعنی هی گیر میکنیم میریم بعدی، این چی گفت، بعد میریم بعدی. این استاپ موشن بودن سرعت رو خیلی میاره پایین و میگه که اصلا خوب نیست. با یه نگاه کلی کردن به 3 خط اول و 3 خط آخر پاراگراف کل قضیه رو میتونه دستمون بیاد. و نکته‌ای که میگه این که مغز با 30% نگاه میتونه 90% اطلاعات رو بفهمه. پس بنابراین نیازی نیستش که همش استاپ کنیم، ببینیم این چی گفت، این چی گفت. این نکته خوب نیستش. و اینا از راه حل آخر. پس بنابراین 3 خط اول و 3 خط آخر نکات مهمی که نویسنده تو هر پاراگراف میذاره، پس اونا رو بخونید. این راه حلایی بودش که رشیتی پیشنهاد دادش. و بعد از اینکه هم یک کتابو تموم کردین، یه فرمولی پیشنهاد میکنه به اسم فرمول 3S: استاتیستیکس، استوری و شیر. استوری میشه داستان، یعنی چه داستان جالبی توی اون کتاب بود برات، اونو میگه یادداشت کن، برای خودت داشته باش. اون داستانی که خیلی رو تحت تاثیر قرار داد. مثلا تو کتابایی که غیر داستانی هستن مثال میزنه نویسنده از خودش، از مثلا ریسرچایی که انجام داده، همچین داستانای ریزی از زندگی خودش هستش. اینا رو میگه اینا که خوبه رو بردار. استاتیستیکس میشه آمار ارقام. یعنی چی؟ یعنی آمار ارقامایی که خیلی خوب هست، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته که واو همچین چیزی هم مثلا تو این تعداد، تو این ریت، تو این درصد هستش. میگه اینا رو هم میتونی برای خود بنویسی از اون کتاب که داشته باشی. و در نهایت شیر یعنی که به اشتراک گذاشتن. این نکاتی که جمع کردی و حتما با یکی به اشتراک بذار. چرا؟ چون البته اینو حتما توجه بکنید که اون طرف پذیرش اینو داشته باشه که شما این چیزا باش به اشتراک بذارین، شاید حال نکنه اصلا. نکتهش اینه که با اشتراک گذاشتن هم شما تو ذهنتون بهتر میمونه اون مطالب، هم و همین که خب اون طرف ممکنه یه چیزی یاد بگیره و حتی نظرش رو راجع به اون مطلب به شما بگه، شما یه چیز اضافه تر یاد بگیرید. و نکته آخری که میگه اینه که اگر یک کتابی خوب نیست، حتی اگر 50 صفحه‌شو خوندی و 250 صفحه مونده، نگو دیگه حالا که خوندم تا آخرش بریم. بی خیالش شو، همونجا بذارش کنار. الکی وقتتو تلف نکن. اینطوری فقط وقت تلف میکنی و بیشتر کتاب زده میشی تا اینکه بخوای کتابای بیشتری بخونی. پس نکته اینه که بی خیال این قضیه بشی، بی خیال این کتاب بشی و بذاریش کنار کلا. و در نهایت اینم میگه که مهم نیست چند تا کتاب خوندی و تمام کردی. مهم اینه که چقدر یاد گرفتی. این اصلا مهم نیست چقدر تو کتاب خوندی، مهم اینه که از اون کتاب چی تونستی برداشت کنی، چی تونستی در بیاری. اگه 300 صفحه کتابه، حتی اگه بتونید چه میدونم 50 صفحه‌شو خوب درک کنی، خیلی به نفعته. من یادم یکی از دوستام تعریف می‌کرد، میگفت من معمولا هیچ کتابی رو تمومش نمی‌کنم، تا وسطاش می‌خونم بیخیال میشم، ولی همون وسطی که می‌خونم هر چی اون کتاب میگه رو قطعاً 100% رو عمل می‌کنم بهش. و این خیلی بهتره تا این به جای اینکه اطلاعاتمون بیشتر بشه، بیشتر عملگرا باشیم. یه ذره اطلاعاتی که میگیریم عمل کنیم بهش و اینطوری بیشتر به دردمون می‌خوره. البته این تیکه آخرش یه ذره تو پرانتز نظر خودم بود، ولی این متن و این نکته رو خود شیشتی میگه که مهم نیست چند تا کتاب خوندی تموم کردیم، مهم اینه که چقدر یاد گرفتیم. خب این از اپیزود امروز بودش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بزرگترین حمایتی که میتونید از چنل بکنین اینه که سابسکرایب کنین و اگر دیدین که این مطلب خیلی به درتون خورد یا به درد کسی دیگه میخوره، حتما لینک ویدیو رو براش بفرستین که اونا هم ببینن و امیدوارم که لذت برده باشین. در ضمن من یه چنل دیگه هم دارم که اونجا به زبان انگلیسی تولید محتوا میکنم. در واقع چیزایی که از این ویدیو و پادکست ها کتابا یاد میگیرم و تجربه خودم هست بهشون عمل کردم، اونجا میام به اشتراک میذارم، توضیح میدم و برای دوستانی که حالا زبانشون خوبه خیلی پیشنهاد میشه بیاین حتما اونجا نگاه کنین ببینین چه شکلیه و خودتون هم توی زندگیتون سعی کنین این نکات رو عملی کنین که واقعا مفیده تو همه جنبه ها، چه رشد فردی، چه روابط عاطفی و اجتماعی، چه حتی انگیزه، چه اراده، هر چیزی خیلی براتون میتونه مفید باشه. خیلی ممنون که تا اینجا همراهم بودین. حتما اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنین و
تو ویدیوی بعدی میبینمتون.